أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. امروز شروع میکنیم به فضل الله و به مرحمتش انشاءالله تعالی به ترجمه سوره فاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ پناه میبرم بالله به الله متعال من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده. انسان مسلمان اولین درسی که از قرآن عظیم الشان میگیره درس پناه جستن است به الله متعال. الله متعال بر ما و شما در قرآن عظیم الشان امر کرده که فاذا قرأت القرآن، وقتی که تو آغاز میکنی قرائت قرآن را، فاستعذ بالله، پس پناه به الله ببر. و انسان همیشه پناه به الله ببره. قبل از اسلام در جزیره عرب و در دیگه مناطق مردم به چیزهای مختلف پناه می بردن. یک تعداد مردم به جنها پناه می بردن، یک تعداد مردم به سنگ و چوب پناه می بردن، یک تعداد مردم به مجسمه ها پناه می بردن، یک تعداد مردم به قبرهای پیغمبران و قبرهای اشخاص نیک اولیاء الله به اینا پناه می بردن. یک تعداد مردم مثلا به مهره و به چیزهایی که از دریا می گرفتن، صدف ایگپا پناه می بردن. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم که اعوذ برب الناس، من خودم که پیغمبر الله هستم، من خودم پناه میبرم به رب الناس، به الله. و وقتی که من قرآن تلاوت میکنم الله برای من امر کرده که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، پس پناه به الله ببر. از این خاطر وظیفه اعتقادی یک انسان پناه بردن خودش عبادت است. یکی از عبادت ها در اسلام چی است؟ عبادت های زبانی پناه بردن است. پس الله متعال میگه که امی عبادتتان خاص برای الله بکنید. از این خاطر ما و شما بگیم اعوذ و پناه میبرم بالله به الله من الشیطان الرجیم. در آغاز قرآن حکمت چی است که ما و شما به الله پناه میبریم؟ والله اعلم. حکمتی است که وقتی انسان قرآن شروع میکنه، شیطان وقتی انسان دید که عملش کم از ضعیف است، یک شیطان ضعیف بر زیر روان میکنه. و وقتی که انسان نیت و قصد کرد که یک کار بزرگتر بکنه، خصوصا قرآن بفهمه، معانی قرآن بفهمه، به قرآن عمل بکنه، به قرآن دعوت بکنه، باز اینجا شیطان های زیادی را سر زیر روان میکنه تا این را منحرف بسازه. و شیطان دسایسش بسیار خطرناک است، لکن یگانه راه نجات از شر شیطان پناه به الله است. پس وقتی انسان حتی وقتی که کلام الله را میخوانه، دمی لحظه که ما شما کلام الله را هم میخوانیم شیطان وسوسه میکنه. نماز که شروع میکنیم شیطان وسوسه میکنه. بعضی اوقات شما دیده باشین عادی کشیشتی هیچ در فکر چیز نمیاد. می نماز که آمدی همین قصه های رنگارنگ در فکرت میاد. سبحان الله چی حال است؟ تا بالا خمارام شیشته بودم هیچ فکری چیز در سرم نبود. می نماز که داخل شدی شیطان وساوس زیاد کرده میره. در قرآن وقتی که شروع میکنی همچنان شیطان وسوسه را زیاد میکنه تا بالاخره تو را منحرف بسازه به یک شکلی از اشکال، به یک بهانه از بهانه ها تو را منحرف بسازه چی؟ از خواندن قرآن و از فهم قرآن. از این خاطر الله متعال میگه که فاذا قرأت القرآن، وقتی که قرآن میخواندی تو در اونمون لحظه که تصمیم بسیار قوی داری و کلام الله را میخوانی، با وجود از این هم تا وقتی که پناه به الله نبری و استعاذه به الله نکنی نمیتونی حتی قرآن بخوانی. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بسم الله الرحمن الرحیم ما اینجا به علما میگن که برای استعانت است. یعنی ما و شما میگن که بسم الله یعنی به استعانت از نام الله. او الله که الرحمن است، بسیار بخشاینده هست، الرحیم بسیار مهربان است. در قسمت الله وقتی که ما و شما به نام الله شروع میکنیم هر کار، الله اسم ذات الله است، اسم ذاتش است. و بقیه اسما که هست اسماء و صفات میگن. یکی اسم ذاتی هست، یکی اسم صفتی هست.
اسم ذاتی که تنها برای الله اطلاق میشه و به غیر الله اطلاق نمیشه. یعنی هیچ کس نمیتونه که مثلا ما شما میتونیم اولاد خدا رحیم بگوییم یا انسان رحیم بگوییم یا عالم بگوییم، یا اسماء و صفات الله هستن که صفت الله را داره و نام الله هست. اما الله که اسم ذات الله هست، از این خاطر ای خاص بر الله هست. دیگه خصوصیت اسم الله چی است؟ که المعبود بحق. علما میگن که الله معبود به حق است. این از کجا استنباط کردن؟ به خاطر میگن که لا اله، نیست هیچ معبودی مستحق پرستش الا الله، مگر یک معبودی به حق نامش است الله. دیگه ای است که خالق است الله که آسمان ها و زمین خلق کرده. پس در روی زمین تا هیچ کسی پیدا نشده که ادعا بکنه که من خلق کننده آسمان هستم یا زمین هستم. حتی همون کسانی که انکار میکنن میگن که تصادفی پیدا شده. خب این نظریه تصادف از اونا را رد میکنه خود علما که هیچ چیز تصادفی در دنیا نیست. شما مثلا همین کامپیوتر در پشتی میز ما ماندگی است، یک آدم بسیار بزرگ بیاید و بگه که اینمی کامپیوتر تو با اینمی کتاب های تو با این برنامه‌های کلش تصادفی است، دیر سکو چی لوده انسان است. کامپیوتر کجاش تصادفی است؟ اومده ای قرآن نوشته کردیم، ترجمه آیات نوشته کردیم، کلش تصادف است؟ هیچ چیز تصادف نیست. پس الله معبود به حق است، معبودی که خالق آسمان ها و زمین است و خالق تمام کائنات است. خب دیگه الله که است یک خصوصیت دیگه داره که الله متعال به اساس رحمت خود در لفظ الله تمامی صفات خود گنجانیده. یعنی شاید بعضی کسا صفات الله متعال گاهی به شکل اسماء و صفات است، گاهی به شکل افعال است، گاهی به شکل جمله هست. صفات الله بسیار زیاد است. الله رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دعا میکرد باز میگفت که اسألک بكل اسم هو لك سمیت به نفسک او علمت به احدا من خلقک. نام های الله بسیار زیاد است، اسماء و صفات الله بسیار زیاد است. بعضی بنده های خود تعلیم داده، بعضی پیغمبرها، ملائکه، او انزلته فی کتاب. بعضی از نام ها هست که الله او را در کتابش ذکر کرده، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله بیان شده هست. او استأثرت به فی علم الغیب عندك. بعضی از نام های الله هست که او را الله در علم غیب خود رو چی کرده؟ پیش خود حفظ کرده. اینال تمام از این اسماء و صفات الله را و تمام صفات الله را ما درک کرده نمیتونیم. بعضش مربوط به علم غیب الله هست. این 99 تا او نام ها و صفات الله هست که در قرآن ذکر شده. اما 99 تنها نام های الله نیست. بعضی از نام های الله هست که با یکی از بنده های خود به ملائکه، به پیغمبرای قبلی گفته. بعضی نام های الله هست که مثلا در سایر کتاب ها بوده. بعضی از نام های الله هست که در علم غیب الله محفوظ است. این رسول الله صلی الله علیه و قسم اسماء الله را و صفات الله را، اسماء و صفات الله را بیان میکنه. پس وقتی که اسماء و صفات الله به این شکل است، آلی یک انسان مسلمان میخواد که تمام الله را با تمام صفاتش یاد بکنه. چی میگه؟ الله. وقتی که الله را میگی به معنای نامی که تمام صفات الله دو چی شده؟ جمع شده هست. به این خاطر چقدر ارزش داره. از این خاطر کسایی که عقیده درست دارن و عقیده را درست میفهمن و میخوان که الله را با تمام اسما و صفاتش یاد کنن، حتی این نام هایی که مردم جور کرده این نام ها را هیچ وقت ذکر نمیکنه. خدا نمیگه. اگه تو 10,000 مرتبه خدا بگویی، به اندازه یک مرتبه الله گفتن نیست. اگر که چیره مثلا لزر وروی چه ای چختن تعالی، ای چختر، ای خدایا، یا وری الله چه یا وری الله وای د ټولونه زیاد ده. پدې کې د الله ټول صفاتونه را ټول سوی. اینال دیگه چی هست؟ دیگه الله نام ذات است که حاجت های مخلوق روا میکنه. یکی از خصوصیاتش است. پس حاجت روا و مشکل کشای مؤمنای قرآن شناس کی هست؟ الله هست. از این خاطر ما شروع میکنیم هر کار بسم الله، به نام الله. مثلا وقتی که خواب میکنیم بسم الله میگیم، یعنی بسم الله انامو. وقتی که غذا میخوریم بسم الله اکلو، بسم الله اشربو، بسم الله، کلش به نام الله هست. چرا؟ حاجات ما را و مشکلات ما را و کلش برآورده که میسازه الله هست.
دیگه از خصوصیت های لفظ الله چی هست؟ میگن که الله خالق است که عبادتش بجز از طریقی پیغمبرانش فهمیده نمیشه، یعنی به خاطر عبادت خود پیغمبران را فرستاده. پس الله عبادتش وقت میشه که از طریق پیغمبراش باشه. از این خاطر اگر کسی یک عبادت را میکنه که از طریق پیغمبرا او ثابت نباشه، او عبادت نیست، او را عبادت میگه، بدعت میگن. و بدعت چی است؟ و رسول الله صلی الله علیه و آله که کل بدعت ضلاله، تمام بدعت ها چی هست؟ گمراهی است. کل بدعت ضلاله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن و الرحیم، وقتی که الرحمن میگیم الله متعال، علما میگن که الرحمن به وزن فعلان است و وقتی که یک اسم به وزن فعلان آمده هست این به معنای بسیار وسعت است، یعنی وسیع الرحمه. شروع میکنم کار خود را، امور زندگی خود را به نام الله شروع میکنم. تو الله او ذاتی که الرحمن وسیع هست، نعمتهاش بالای تمام بشریت، بالای تمام مخلوقات، بالای تمام عالمیان. نعمتهای از چی هست؟ وسعت داره، وسیع هست. حتی دشمن خود، شما بعضی اوقات سعی کنین الله به اساس صفت الرحمن خود برای دشمن خود بهترین نعمتها را میده. یک کافر رو ببینی یک موتر بسیار لوکس داره، یک مسلمان رو سعی کنین پای پیاده روان است. برای از اون نعمتهای خود به اساس رحمت خود میده تا که اونمو غافل متوجه شود. بهترین زندگی رو برش میده، میشه که بسیار متوجه شود. بعضی اوقات اینقدر عقل برش میده الله متعال که سعی کنی که کافر از چی دلایل را میگه. الله متعال برش این نعمت عقل داده، میشه که از این عقل خود چی کنه؟ استفاده مثبت بکنه. اما بعضی اوقات چی میشه که این عقل که این رو باید هدایت بکنه، از رحمت الله استفاده بکنه، از این عقل ای به گمراهی استفاده میکنه، منفی استفاده میکنه، گمراه میشه، کافر میشه. پس الله متعال الرحمن است به خاطر از اینکه صفت رحمت الله عام است و وسیع است به تمام مخلوقاتش، به تمام مخلوقات ای به اساس رساندن نعمت. و رحیم ذاتی هست که رحمت از او رحمت ابدی هست. الله متعال همیشه مهربان است، در دنیا و در آخرت این صفت داره. خیلی فرق الرحمن الرحیم چی است؟ علما میگن فرقشان به حساب ارتباطش به مخلوق است. یعنی صفت الرحمن الله که است این عام شامل است، به مؤمن و کافر شامل است، به کلگی. و صفت رحیم الله که است باز این خاص است برای مؤمنان، هم در دنیا و هم در آخرت. یعنی هر دو صفت از رحمت الله گرفته شده. بین ازیا ما زیادت و کمی نمیکنیم، صفات الله کلش کامل است. پس فرقش چی است؟ صفت رحمان و رحیم فرقش نظر به چی است؟ نظر به اختلاف ازی. این فرق بین صفت الرحمن و الرحیم چی هست؟ نظر به ارتباط از اینا به مخلوق است. الرحمن ارتباطش به تمام مخلوقات است، والله اعلم، به تمام مخلوقات است. یعنی نعمت خدا برای هر کس میده، برای مؤمن، برای کافر، به یهود، به نصارا، به گبر، به ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داریم. از این خزانه غیب الهی برای کلگی دروازهش باز است، چرا الله رحمان است، تمام نعمتهای خدا به کلش میده. و الرحیم که است باز صفت رحمت الله در اینجا باز به مخلوقات، به کدام مخلوقات تعلق میگیره؟ به مخلوقات تعلق میگیره که اونا باز به الله ایمان داشته باشن. پس الله متعال باز بر از اونا رحمت خدا میده. از این خاطر در قرآن میگه و کان بالمؤمنین رحیما. الله متعال رحیم است برای کی؟ به مؤمنان. خب پس ما و شما بسم الله الرحمن الرحیم چه قسم ترجمه میکنیم؟ میگیم ما تمام امور زندگی خدا آغاز میکنم به نام الله. او الله که خالق مخلوقات است، روزی دهنده مخلوقات است، و او خالقی که تمام صفات از او در این نام گذاشته شده. یا خالقی که تو تمام صفات در این نام هست و تو الرحمن هستی و نعمتهایت به شکل وسیع و بی نهایت به تمام مخلوقات میتی. و این نعمتها همیشه چی میشه؟ تجدید شده میره، روز به روز زیاد شده میره.
و الرحیم و مهربان هستی به بنده های این رحمتت مستحق از این رحمت تو باز بنده های مؤمنت هم است. پس ما و شما وقتی که از نعمت های الله استفاده میکنیم به خاطر از اینکه الله متعال الرحمن است و وقتی که از ایمان ما را سبب نجات ما میشه باز این به اساس امی صفت رحیم الله هست. الحمدلله رب العالمین. اینجا الف لام که هست میگه ایش برای جنس است، یعنی جنس حمد مطلقا، حمدی که مطلق است و حمدی که یک عبادت است. فکرتان باشه خود حمد یک عبادت زبانی است. وقتی ما و شما نام الله را یاد میکنیم، حمد میکنیم، الله را حمد میگیم، این چی است؟ امی خود حمد یک عبادت است از عبادات زبانی. پس الحمد لله وقتی که میگیم جنس حمد مطلقا حمد که مخصوص چی است؟ حمد که عبادت است لله، ای خاص است برای الله متعال. حمد که تمام امور شامل میشه، تمامی محامد و تمامی صفات الله عالی که است چی هست؟ لله، خاص برای الله است. پس حمد که عبادت است به غیر الله گفته نمیشه. این الحمد حمد که عبادت است و در او تمام محامد گنجانیده شده و هست لله، خاص برای الله هست که الله رب العالمین که رب عالمیان است. رب العالمین است یعنی پروردگار عالمیان است. و رب علما چه قسم تعریف میکنن؟ میگه رب خلق کننده، رب ذات است روزی دهنده، رب ذات است شفا دهنده، رب ذات است زنده کننده، رب ذات است میراننده. پس اگر یک انسان مسلمان معنای رب بفهمه، خلق کننده ما الله است، پس هیچ وقت به مخلوق مراجعه نمیکنه برای ما بچه و دختر بدی. اگر معنای رب بفهمه که شفا دهنده الله است، هیچ وقت به مخلوق مراجعه نمیکنه که برای ما شفا بدی. پس ربوبیت الله تعلق میگیره به افعال الله. پس در اینجا توحید زبانی که حمد بود بیان شد. درس اول از الحمد، درس توحید زبانی که حمد است این مخصوص الله است. ما و شما باید از هر آیت قرآن درس بگیریم. درس دوم از کلمه الله گرفتیم که الله نام از نامهای نام الله هست که در این تمام صفات الله گنجانیده شده است. بناهن اگر من میخوایم الله را با تمام صفاتش یاد بکنم، کدام نام الله را بگیرم؟ الله، همین اسم یاد میکنم. رب العالمین درس سوم میگیریم که در توحید ربوبیت است. ما شما دیروز گفتیم که القرآن كله فی التوحید، قرآن تمامش در چی است؟ در توحید است. ببینید یک توحید براتون بیان میکنم. رب العالمین توحید ربوبیت الله است. توحید ربوبیت چی معنی؟ یعنی توحید افعال الله. افعال الله چی است؟ خلق کردن است. پس الله خلق کننده است. حمد و ثنا و صفات است. چه قسم ترجمهش میکنیم؟ میگیم حمد و ثنا و صفات است به الله. او الله او ذاتی که خلق کننده ما هست. رب العالمین است. خلق کننده تمام عالمیان است. مایعات، جامدات، غازات، کل از اینا. انسانها، جنیات، عالم الحیوان و عالم النبات و عالم الانس و عالم الجن، یا کل از اینا شامل میشن به چی؟ عالم الانس میگن عالم انسانها، و عالم الجن عالم جنیات، و عالم النبات نباتات، و عالم مثلا حیوانات و حیوانات، و عالم الدواب چیزایی که جنبنده ها هستن. پس الله متعال رب العالمین است. من حمد میگم الله را، او ذاتی که وقتی که رب العالمین است. ما و شما دیروز یک قاعده را گفتیم که در نظر خود میگیریم که وقتی قرآن میخوانیم مثل که قرآن بالای ما چی شده؟ نازل شده. خطاب میکنه برای کی؟ برای ما. یعنی الله متعال برای ما میگه که او بنده ما وقتی که قرآن شروع کردی اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، به ما پناه باید ببری. اگر میخوایی که مسلمان قرآنی باشی، مطابق قرآن و سنت عمل بکنی،
پناه جستن به غیر الله را از زندگی ترک کن. به پیغمبر پناه نبر، پیغمبر مخلوق است. به ملائکه پناه نبر، مخلوق است. به جن پناه نبر، مخلوق است. به درخت پناه نبر، مخلوق است. به قبر پناه نبر، مخلوق است. متوجه هستی؟ اولین درس الله بر ما داد که فاذا قرأت القرآن، وقتی که قرآن خواندی باید اول به الله پناه ببری. شرکی از خطرناکترین دشمن ما که چی است؟ شیطان است. این شیطان گاهی انسانی می باشه، گاهی جنی می باشه. من الجنة والناس. درس دومی است که وقتی ای مسلمان قرآن شروع میکنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. هر کار که شروع میکنی به نام کی بگو؟ به نام الله بگو که او الله رحمان است، یعنی کل نعمت ها را بر تو دادم. این دست اگر من نمی داشتم امیاله هیچ کار کردن نمیتونستم. اگر نعمت دست نمی داشتم الله بر ما تذکر میکنه. خب دست نمی داشتی چی میکردی؟ مجبور بودی که نان پیش روت می بود، هیچ کس نبود، از گشنگی میموردی، مجبور حیوان وارو چی میکردی؟ دان میزدی، نان میخوردی. سهل میگه کس نیست، نه والا هیچ کس نیست، برای مگل منان دادن ما بده، برو کس نیست، بیا سهل نمیکنم، بیا خیلی خودم از خود حیوان جور میکردی. الحمدلله او ذاتی که رب العالمین است، این تمام عالمیان در عالمیان دست ما هم شامل است. رب هزی است، در خدمت ما ایره قرار داده. چشم داده، در خدمت ما قرار داده. قلب بر ما داده، در خدمت ما قرار داده. پس رب العالمین است. پس ما شروع میکنم به نام او ذاتی که رب العالمین است، پروردگار عالمیان است، خلق کننده ما هست. شروع میکنم به نام هم نفرستم به او الله که شفا دهنده ما هست. ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شدم مرا الله شفا میده. پس من شروع میکنم قرآن به نام ذاتی که او چی هست، دیگه صفات چی هست؟ زنده کننده ما هست، برای من زندگی داده، میراننده ما هست. این اکسیژن کی خلق کرده؟ رب اکسیژن است. من تمام روزانه 200 کیلوگرم اکسیژن نیاز دارم تنفس بکنم، ربش الله هست. پس من حمد میفرستم به او ذاتی که الله هست و رب تمام مخلوقات است، رب عقل ما هست. اگر امی عقل از ما و شما الله بگیره، دمی سرک ها دیوانه پیرانای ما را میکشیم میریم. یکی بسیار منظم هستیم، لباس بسیار خوب داریم. چی است؟ این حمد است به او ذاتی که برای ما عقل دادن، به او ذاتی که مرا خلق کرد، اعضای بدن مرا خلق کرد، مرا محتاج کس نساخت. این قسم از این درس میگیریم که رب العالمین کیست؟ او ذاتی که خلق کننده هست، روزی دهنده هست، شفا دهنده است و این کلش ربوبیت الله است. پس اینجا الله متعال توحید ربوبیت بیان میکنه. الرحمن الرحیم باز ذکر میکنه الرحمن الرحیم. بعضی از مفسرین کرام میگن اونجا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، برای شما میگه که او مردم شما که قرآن میخوانین سعی کنین الله متعال با وجود از که تمام نعمت ها را بر تو داده شروع میکنی به نام رحمان الرحیم. به نام رحمان الرحیم شروع میکنم. چرا؟ حکمت چی است؟ حکمتی است که الله بر ما میگه که او بنده من ولو که هر قدر گناه کردی، ولو که هر قدر اشتباه کردی، ولو که هر قدر غلطی کردی، ولو که مستحق دوزخ هستی، ولو که خودت میفهمی که اگر محاسبه شوی در تاترین جای دوزخ جایت است، خودت میفهمی گناهایت، خودت میفهمی اشتباهات، لکن لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نباش. شروع کو، رجوع کو به الله. با چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بگو الحمد لله رب العالمین. باز پس بیا که امو رب العالمینی که تمام این نعمت ها را بر تو داده، به اساس چی داده؟ به اساس ازی که الرحمن الرحیم است. الله رحمان و الرحیم است. پس وقتی که الله الرحمن الرحیم است هیچ وقت متاثر نشو، شکرش بکن. امی که میگه الحمد لله رب العالمین بر تو کل نعمت ها را داد، شکر از این نعمت ها با چی میشه؟ وقتی که میگه الحمد لله رب العالمین. وقتی که گفتیم الحمد لله رب العالمین نتیجه چی میشه؟ باز رحمت الله بر ما چی میشه؟ نصیب ما میشه. اما از صفت رحمانیت الله نصیب ما میشه که نعمت های خود الله بر ما زیاد میکنه و هم صفت رحیم الله به ما تعلق میگیره و چی است که با سعادت دنیا و آخرت بر ما نصیب میکنه. مالک یوم الدین. الله متعال میگه او خالقی که رب العالمین هست، اونمو خالق مالک یوم الدین هم هست. الله چند صفتش گفته، صفات الله را میگه،
توحید ربوبیت گفت، آل توحید اسما و صفات میگه. صفت الله یک اسم الله، رب اسم دیگه الله، الرحمن اسم دیگه الله، الرحیم اسم دیگه الله. متوجه هستین؟ الله صفت اولش رب العالمین، صفت دومش الرحمن، صفت سومش الرحیم، صفت چهارمش مالک یوم الدین. پس اینجا الله متعال القرآن كله فی التوحید، قرآن عظیم شان کلش چی است؟ توحید است، وحدانیت الله را بر تو بیان میکنه. توحید ربوبیت بیان کرد، توحید زبانی را در الحمد بیان کرد، توحید اسما و صفات در چی بیان میکنه؟ آل در رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. پس او خالقی که رب العالمین است، اونمو خالق مالک یوم الدین هم است. مالک روز، مالک صاحب میگن. امی کسایی که خدا میگه، امی کلمه مالک ترجمه کرده. خدا ترجمه چی است؟ کلمه مالک است. الله را ترجمه نکردن. فهمیدی یعنی؟ پس همیشه یا مالک میگن، الله را ترجمه نتانستن. پس الله متعال صاحب روز قیامت هم هست. او اللهی که رب العالمین است، صفتتان باشه که فکرتان باشه که مالک یوم الدین هم است، یعنی صاحب روز آخرت هم است. یوم الدین، یوم الدین ای یوم القیامه. الله متعال یوم الدین چی هسته؟ یوم الدین ای یوم القیامه، یعنی الحساب والمجازات بالاعمال یوم یدان الناس بالحساب. اینا چرا یوم الدین میگن؟ یعنی روزی که انسان ها محاسبه میشن با چی خود؟ با اونمو اعمال خود، با اعتقادات خود. پس الله مالک از این روز است، مالک یوم الدین. الله متعال اینجا مالک یوم الدین گفت، حکمتش چی هست؟ والله اعلم. حکمتش چی است که در دنیا مالکیت بعضی اوقات برای بعضی انسان ها به شکل مجازی داده شده است. در دنیا مالکیت مجازی وجود داره. از این خاطر بعضی انسان ها هم مالک بعضی چیزا هست. من مالک اینی لباس خود هستم، مالک مجازی از این هستم، حقیقتا مالک از این الله هست. اما در روز قیامت هیچ مالکیتی وجود نداره. لمن الملک اليوم، سلام میکنه الله در روز قیامت، لمن الملک اليوم، کلگی سرایشان خم است. هر کسی که ادعای مالکیت هم میکرد کلگی میبینه که محال فعلا در روز قیامت هیچ چیز ندارم. انسان ها خلق میشن در روز قیامت، دوباره بر میخیزن از همو نطفگکی که در بیخ کمرش است. رسول الله صلی الله علیه و میگه که کل آب در آتش در هیچ چیز از بین نمیره. همو به حساب ما و شما یک حجره که است که توسط هیچ چیز از بین نمیره. او مثل انسان ها دوباره از همین حجرات در روز قیامت مثل نباتات وارد دوباره از همون چی میشن؟ این حجره است که توسط هیچ چیز از بین نمیره. حتی این طب هم همون قسمت ثابت کرده که او در آتش از بین نمیره، در آب از بین نمیره، در خاک از بین نمیره. پس انسان دوباره از اونمو پس مثل نباتات وارد برمیخیزه. آل وقتی که اینجا میخیزه حفات و عرات، مثل که نو یک طفل از بطن مادرش تولد میشه. اونمو شکل انسان به مو شکل چی میشه؟ تولد میشه که اما تو حتی غیر مختونین، حتی ختنه هم نمی باشه. پس در اینجا این انسانی که نو تولد میشه، ببینید همین طفله که نو تولد میشه هیچ چیز نداره. و انسان هم که در روز آخرت وقتی که دوباره حشر میشه هیچ چیز نداره. مالک همه چیز کی است؟ رب العالمین هست. و دیگه کاری که هست، حالا فعلا بعضی کسا شاید بگه که مثلا بعضی چیزا ما این گپا را داریم، والا مثلا این قسم در آفتاب معلومات دارم، این قسم در محتاب دارم، در فلان جا. این نظام هم از بین میره. این زمین هم دیگه زمین میشه. الارض غیر الارض در قرآن میگه. و این کل از اینا از بین میره. پس انسان به می حالت خود چی میشه؟ مالک از این روز کی است؟ الله هست، مالک یوم الدین. یوم الدین یعنی روز دین است. روز چی هست؟ روز دیندارها هست. این روز چی هست؟ روز دیندارها است. و در اینجا بیدینا سر کلشان خم می باشه. آله در سوره فاتحه یک درس است که وقتی انسان مسلمان در مقابل خالق متعال استاد میشه، شما یک عرض دارین، شما یک طلب دارین، یک عریضه دارین. در اول عریضه چی میکنی؟
صفات کسی را که برش نیاز داری برش میگی. برای الله اول میگی که یا الله من حمد و ثنا و صفت میفرستم، تو رب العالمین هستی، تو الرحمن هستی، الرحیم هستی، مالک یوم الدین هستی. وقتی که صفات الله رو گفتی، میای در فقره دومش، موضوع دوم چی برای الله بیان میکنی؟ بیعت با الله بیان میکنی که یا الله ما ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعهدت با الله بیان میکنی که یا الله من متعهد هستم که بغیر از تو کسی دیگه را عبادت نمیکنم. ایاک نعبد، خاص عبادت برای تو میکنم. اگر عبادت فکری هست، عبادت تقریبا 6 قسم است. عبادت فکری هست، عبادت قلبی هست، عبادت زبانی هست، عبادت بدنی هست، عبادت مالی هست و قسم ششمش عبادت قانونی هست. پس بر الله میگی که من تعهد میکنم که تمام عبادت های خدا، اقسام عبادت ایاک خاص برای تو انجام میدم. و ایاک نستعین، و فقط از تو کمک میخوایم. و ایاک و فقط از تو نستعین و کمک میخوایم. حالا وقتی که ایره گفتی، اول حمد الله را گفتی، اسماء و صفاتش را ذکر کردی، باز آمدی سر توحید عبادت، توحید ربوبیت گفتی، رب العالمین. صحیح نه؟ الله اتر رب است که هم مالک دنیا هست، رب العالمین هست، هم مالک آخرت است. فهمید یعنی؟ بعد از این آمدی در توحید عبادت. توحید عبادت چی است؟ در ایاک نعبد ثابت میشه. قرآن کله فی التوحید. توحید عبادت میاد. در توحید عبادت چی است؟ که ما به الله تعهد میکنیم که تمام عبادت، توحید عبادت چی میگه؟ افراد الله بالعباده، یگانگی الله به عبادت، که عبادت بغیر از الله به کس دیگه انجام ندی. پس برای الله میگه که یا الله ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم. اگر عبادت فکری هست خاص برای تو هست، بناء ما با فکر خود الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. صحیح؟ عبادت فکری هست. در دست خود فکر میکنی، در پای خود فکر میکنی، در چشم خود، در قلب خود، در بدن خود، در کل اعضای بدن خود فکر میکنی. عبادات فکری. باز عبادات قلبی هست، محبت است، خوف است، رجا هست، یا کلش عبادات های قلبی. عبادات زبانی هست، ذکر است، دعوت هست، استغاثه هست، استعاذه هست. انواع عبادت های چی هست؟ عبادت های زبانی هست، عبادت های مالی هست، نذر است، حیوان است، ذبح حیوان است. این عبادت های چی است؟ عبادت های مالی هست، حج است. و عبادت های قانونی چی است؟ که فقط شریعت الله را با تطبیق شریعتش عبادت میکنیم. پس اینجا انسان مسلمان چی کرد؟ توحید عبادت ایره هم به الله ثابت کرد و گفت که یا الله ایاک نعبد، خاص را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و ایاک و فقط از تو نستعین و کمک میخوایم. چی میکنه؟ عریضه خدا متن عریضه بیان میشه. اصل موضوع عریضه دمیجه بیان میشه. چی میگی؟ همین صفات الله را، وحدانیت الله را، توحید الله را، توحید ذاتش و توحید صفاتش و توحید افعالش و توحید عبادتش و توحید اطاعتش، کلش بر الله کردی. هدفت چی است؟ هدفت بر الله بیان میکنی. یا الله اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. یعنی الله متعال میگه که اگر میخوایی که در راه راست و مستقیم تو را من هدایت کنم، اول باید این کارا را بکنی. زیربنا هست، باز رو بنا هست. اول اساس تهداب است، بعد از او دیوال است. اول سپل است، بعد از او بلند کردن دیگه جای هست. پس الله متعال میگه اول زیربنای دین که است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که اساس دین که است، یکی الفقه الاکبر است، یکی الفقه الاصغر است. پس اول اساس باید الفقه الاکبر است که عقیده تجور کنید، توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات. فهمید یعنی؟ وقتی کل از را بیان کردیم، چی مطالبه میکنی از من؟ الله میگه بعد از اینکه اینی عقیده تجور کردی، مطالبه بکن. نفهمیدین؟ یعنی وقتی که تو میخوای از الله چیز بخوای، هدفت حاصل بکنی، الله میگه اول باید این عقیده را داشته باشی. وقتی که عقیده درست بود که رب العالمین الله هست، خلق کننده الله هست، روزی دهنده الله هست، شفا دهنده الله هست، متوجه هستید؟ مستحق عبادت الله هست، مستحق تشریع، شارع، قانون، حلال، حرام، خوب، بد، حق و باطل بیان کنندش این الله هست که بر ما بیان میکنه.
باز که عقیده تو جور شد آل دیگری زیتا بده. باز عریضه رو میتی باز میگه که اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما را هدایت کو به چی؟ به راه راست. راه راست کدام راه هست؟ راه مستقیم هست. راه مستقیم کدام راه هست؟ راه مستقیم ای است که میگه عن ابی وائل یک میگه عن عبدالله قال، یک صحابی مبارک میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه خط لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم خطا، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خط کشیدن، راست خط کشید. ثم خط خطوطا یمینا و شمالا، یک خط هم راست کشید، باز یک خطی قسم چند خط طرف راست کشید، چند خط طرف چپ کشید. بعد از او گفت هذه سبل، اینی راههای است، علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیه، یکی صراط مستقیم است، امی راه راست است. و این آیت قرآن خوان که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوها، این امی راه راست است که این چی است؟ مستقیم است، از این متابعت کنید. دی راه کای کوچک و خرد کی طرف است دیا نرید. یعنی اصل راه حقیقی که حزب الله است، امی صراط المستقیم دین الله است. شما که عالمیرن به احزاب دیگه و گروه های دیگه که در هر طرف است، فلانی کمونیست است، فلانی خلقی است، فلانی پرچمی است، فلانی دموکرات است، سوسیال دموکرات است، لیبرال دموکرات است، در رأس هر کدوم از یک سیپری رسول الله هم یک شیطان شیشته ترا گمراه میکنه. بس از این چیزها، از این خطها چی کو دوری بکن. از این خاطر الله متعال میگه که اگر عقیده تا جور کردی، چرا مردم به این خطهای دیگه میرن؟ به خاطر از اینکه عقیدهشان جور نیست. اگر عقیده تا جور کردی، از الله مطالبه میکنه که اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مرا هدایت کو به می راه راست. هدایت یکی سه قسم هدایت است. یکی هدایت فطری هست، فطرتا یک نفر یک راه را پیدا میکنه. تو چه مرغوی که از این تخم برای ولو که تخمش از زیر مرغا مانده باشی، مادرش نمیفهمه، لکن همین چیزایی که مرغوی که این برآمد فطرتا راست میره چی میکنه؟ در بین آب خودم میپرته، مادرش چیغ میزنه. یک جای ما دیدیم زیر مرغ تخم مرغوی را مانده بدن و چیگکای مرغوی کمی برآمدن خدا در جوی منداختن، مادرش چیغ میزنه نپرتین که غرق میشین. او با فطرت خود او قسم درک کرده بود، اما فطرت از الله تو خلق کرده بود که یا خودشان میفهمیدن که ما خب بر او بازی استیم غرق نمیشیم. پس یکی هدایت فطری هست که فطرتاً بر هر کس بسیاری چیزهای معلوم است، این هدایت فطری است. یکی هدایت علمی هست. هدایت علمی چی است؟ که قرآن هدی للناس، هدایت از بر کلگی، هر کس از این معلومات گرفته میتونه. یک کس را ببینن که قرآن میخونه، تو باش من کلمات قرآن یک دیکشنریش سهل کنم ببینم که از نگاه علمی باز من دکترای خود در زبان عربی بگیرم. این هم هدایت علمی است. یکی از نگاه نحو، یکی از نگاه صرف، یکی از نگاه بلاغت. بسیاری کسا مطالعه میکنن، حتی بسیاری کافرها از قرآن میخوانن، باشه من در قرآن عیب پیدا بکنم. این یک هدایت علمی است که ایره برای هر کس میده. سومی هدایت که این هدایت حقیقی است، این هدایت توفیق است. توفیق به ایمان است. از این خاطر بسیاری کسا بسیار علم داره اما توفیق به ایمان الله برش نداده. یک نفر قدر معلومات داره که کتش بشینی کمی گپ میزنه، همی هر جمله از این علم است اما مؤمن نیست، هدایت توفیق برش داده نشده. از این خاطر علما اینجا چی است؟ الله متعال وقتی که ما به شما میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی الله ما را هدایت بکو به چی؟ به صراط المستقیم، راه راست. الواضح الذي لا اعوجاج فيها، یعنی راهی که در او کجی نیست. فهمید یعنی؟ خب پس راه مستقیم راهی است که در او کجی این طرف نمیری، فقط هم مستقیم روان هستی. و الله متعال آل در قرآن عظیم شان برای ما و شما معرفی میکنن، میگه سه قسم مردم هستن. یکی کسایی هستن که اونا انعمت علیهم هستن، یکی کسایی هستن که مغضوب علیهم هستن و یکی کسایی هستن که ضالین هستن. فرق بین از اینا چی هست؟ فرق بین انعمت علیهم، مغضوب علیهم و ضالین، سه طایفه را الله معرفی میکنه. یعنی تمام بشریت امی کسایی که ایمان میگه، یکی کافرها هستن، کسایی که ادعای ایمان میکنن سه طایفه هستن. یا انعمت علیهم هستن که اونا دو صفت دارن. انعمت علیهم کسایی هستن که قرآن و سنت، کتاب الله را و سنت پیغمبره. مثلا در عصر موسی علیه السلام است کتاب موسی و سنت موسی را، ایره به او ایمان میداشته، بهش انعمت علیهم است. در زمان عیسی علیه السلام کتاب عیسی و سنت عیسی علیه السلام. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کتاب
رسول الله صلی الله علیه و سلم، قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا میفهمن و به این عمل میکنن، میفهمن و عمل میکنن. بعضی کساس اینی انعمت علیهم است. شرط انعمت علیهم چی است؟ قرآن و سنت بفهمی و مطابق قرآن و سنت عمل بکنی. مغضوب علیهم کدام مردمایی هستند که میفهمن، علم دارن، الله برشان توفیق عمل ندادن. خوب علم داره، مخالف علم خود کار میکنن. مثل علمای بنی اسرائیل. علمای بنی اسرائیل احبار میگفتن، حبر میگفتن، آنقدر یه عالم بزرگ بود، آنقدر نابغه بود، آنقدر قوی بود، آنقدر استدلال میکرد که سهل میکردی که هم کلمه به کلمه تورات میفهمه و کل چیز میفهمه. لکن وقتی عمل که میشد، باز تعصب، تکبر، حسادت، خودخواهی، مالخواهی، چوکیخواهی این چیز بشه. اینال هر کسی، این درس است که کل مردم همین قسم است. هر مسلمانی که قرآن و سنت یاد داشته باشن و با قرآن و سنت عمل بکنن، این انعمت علیهم است. کدام مردم ها بودن؟ یا من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین اولئک حسن رفیقا. اینی مردم ها خوب است که رفیق بگیریشانه، یا بسیار خوب رفیقا هستن، دوستا هستن، دوستان بیاره بگردن، دوست صدیقین ابوبکر صدیق و عمل بکن که دوست شهدای اسلام ببین که شهدای حقیقی مثل حمزه و مثل عمر و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. امروز انسان های صالحی که در مجلسش بشینی الله یادت بیاید، پیغمبر به یادت بیاید. متوجه هستین؟ ایناله. قسم دومش مغضوب علیهم هستن، کسایی که بالاشان غضب الله نازل شدن. غضب الله سر کی نازل میشه؟ سر کسی که قرآن و سنت میفهمه، ضد قرآن و سنت عمل میکنه. مثل علمای یهود داره، خود مثل عالم یهود جور میکنه، قرآن میفهمه، سنت میفهمه، باز وقتی که منفعتش آمد باز میگن اگه این گپ بگیم خب باز منفعت نیست. تا دیروز تو میگفتم، امروز تو میگم، با سوایی قسم میگم، در مجلس فلانی تو میگم، در این مجلس که شش تو میگم، در اون مجلس دیگه چی نه تو میگم. چرا؟ یک قرآن سه دفعه سه قسم تو تفسیر کردی. قرآن خو یک تفسیر، قل هو الله احد، الله ذات یگانه هست. تو چرا این قسم کردی پیش از یک قسم میگه، پیش از یک قسم؟ ای به خاطر ازی که اینا مغضوب علیهم است، الله متعال میگه بالا از اینا غضب الله نازل شده. قسم سومش است دالین هست. دالین کدام مردمایی هستن؟ که اونا قرآن و سنت کتاب پیغمبر نمیفهمه، از دل خود عمل کرده میره، باز این چی میشه؟ دال گفته میشه. دال کی است؟ بدعتکار است. کل بدعت ضلاله. بعضی پیروای عیسی علیه السلام خدا میگفتن والا ما بسیار عیسی علیه السلام خوش دارم، به عیسی علیه السلام احترام میکنم. خب عیسی علیه السلام در کتاب خود چی گفته؟ ولو کتابش تا بال ندیدیم. باز کدی کتابش؟ نه والا باز نکردیم. در کجا هست؟ ولو کتابش پیش از کلان ما در کلیسا هست، خب ما خود ما ندیدیم. خیلی از چی عمل میکنی؟ والا از دل خود عمل میکنم. چیز دوستید؟ والا هم عیسی را قد دوست دارم، یک قصه شنیدیم مطابق همین قصه عمل میکنم. او قصه چی است؟ که عیسی بچه خداست. اوه ماشاءالله، همین قسم چیز کردی؟ اینه الله متعال میگه که دال هست، کتاب الله را و سنت پیغمبر خدا نمیفهمن. انسان‌های مسلمان هم که امت رسول الله صلی الله علیه و آله هستند، یا انعمت علیهم میباشن، یا مغضوب علیهم میباشن، یا ضالین میباشن. خودت این معیار برات الله داد. اگر قرآن و سنت میفهمی و خودت میفهمی که با قرآن و سنت با اخلاص عمل میکنی، الله سرت انعام میکنه. اگر قرآن و سنت میفهمی، خوب شهادتنامه گرفتی، خوب اسنادا داری، خوب دکترا و خوب ماستری و خوب رتبه های بلند داری، لکن به ضد قرآن و سنت عمل میکنی، میفهمی عمل نمیکنی، پس تو غضب الله سر تو نازل میشه. و دالین کدام یکیست؟ و اگر قرآن و سنت نمیفهمی، از دل خود روان هستی، چه به علم شیخی که هم دقیق کفر بسته، به علم شیخی میکنه، از دل خود گفته میره. این گپه که میزنی از کجا کردی؟ والا فلان در کدام کتاب است؟ والا پیغمبر گفته. بسیار خوب، در کجا گفته پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم؟ والا ما از دان یک ملا شنیدیم. کدام ملا شنیدیم؟ وقتی که باز میری از دان از نفر هم که شنیده، یا فالبین بودن، یا کدام جادوگر بودن، یا کدام بی سواد بودن، این از دان از شنیدیم. اینا این دالین هست، اینا گمراه هستن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم کل بدعت ضلاله. هر انسان بدعتکاری که در پشت بدعت ها میگرده، بدعت چه وقت پیدا بشه؟ وقتی که تو سنت نفهمی. وقتی که سنت نفهمیدی، مبتلا به چی هستی؟ به بدعت هستی. اگر سنت فهمیدی، خود به خود بدعت از وجود تو دور میشه.
پس از این ما و شما درس گرفتیم که الله متعال برای ما و شما میگه که شما وقتی که وحدانیت الله را یاد کردین و سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمیدین، باز دعا بکنین، بگوین اهدنا الصراط المستقیم، باز هدایت توفیق نصیب شما میشه. چه وقت هدایت توفیق نصیب شما میشه؟ صراط الذین انعمت علیهم، که شما برای کسایی برین که بالای از اینا انعام شده، غیر المغضوب علیهم، در راه کسایی نرین که غضب شده بالایشان، ولا الضالین، و نه هم راه گمراهان. از این خاطر ما و شما میگیم در هر رکعت نماز خوندیم که اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا، هدایت کن ما را یا الله، الصراط، بر راه المستقیم، راست. راه مستقیم کدام راه هست؟ قرآن خودش تفسیر میکنه، یک آیت قرآن دیگه آیت قرآن تفسیر میکنه. کدام یکی است؟ میگه صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بالایشان انعام شده. این انعمت علیهم کی هستن؟ باز قرآن تفسیر میکنه. پس انعمت علیهم باز میگه من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. غیر المغضوب علیهم، پروردگارا برای مغضوب علیهم ما را روان نکنی. مغضوب علیهم کی هستن؟ علمای یهودی بودن که کتاب خوب میفهمیدن، سنت پیغمبر خدا میفهمیدن، لکن بر ضد از او عمل میکردن. چرا؟ تعصب، تکبر، خودخواهی، دنیا خواهی، چوکی خواهی، اینا هستن. ولا الضالین، و پروردگارا ما را برای گمراهان هم روان نکنی. گمراهان کدام مردمایی هستن؟ کسایی هستند که کتاب و سنت نمیفهمیدن، پیغمبر و کتاب پیغمبر و سنت پیغمبر نمیفهمیدن، از دل خود دین جور میکردن و به او عمل میکردن، بناهن اینا ضالین شدن و چی شدن؟ گمراه شدن. گمراه یا راه گم، راه را گم کردن. وقتی که راه را گم کردی باز گمراه میشی. ضال، راه گم و گمراه را میگن.